در این ویدیو گفتیم که قصد داشتیم فونز ها را هم داخل پروژه خود قرار بدیم، داخل پروژه وردپرس خود. خب از اون جایی که گفتم فوند زیاد است، دانلود کردنش زیاد است، از اون خاطر وقت گیر میشه. از اینجا باید کلون بکنیم، میره کپی بکنید شما وقت به عنوان کانتریبیوتر اضافه بکنم. بعد در قسمت htdocs بیاین و ترمینالتان باز بکنین و اینجا نوشته کنین نوشته کنین get کلون اینمی آدرس این رو بزنین و این چی میشه، کلون میشه داخل پروژه تان که من کلون کردم. یعنی اینجا آمده صحیح. خب حالا فونتار از اینجا کلن کپی میگیرم، از اینجا این کپی میگیرم، میرم در داخل htdocs و در قسمت نیوز wp content themes نیوز فونز اینجا کپی میکنم. خب اینجا کپی شد. خب فعلا CSS خود کپی کردیم. در ویدیو قبلی فونتای ما هم اینجا انتقال دادم دیگه. فونتا به خاطر چی بود؟ یک چند تاش فونت فارسی است، چون در وبسایت فونت فارسی استفاده شده. دو رقم، یکی ایران سنس است و دیگری BBC نسیم و دیگرش هم مالی بوتسترپ میشه. بعد ایمیج خود هم انتقال دادیم، یکی لوگو بود، یکی فوایکن بود و دیگر هم منو توگلر هم که در حالت موبایل می و روش کلیک میکنی که منو باز بسته میشه او است. و دیگر JS است که اینجا دانلود شده. خب حالا اگه ما بیاییم در قسمت لوکال هاست، خب لوکال هاست که بیاییم لوکال هاست این رو بزنیم، پروژه استاتیک خود ببینید. این پروژه استاتیک ماست. خب در این ویدیو میخوایم که می هیدر و فوتر رو بیاریم و یعنی فقط اینجا فقط کانتش خالی است که هوم پیج، بالا هیدر، پایینش هم فوتر. خب مرحله به مرحله پیش میریم. حالی رو میخوایم که کپی کنیم. خب به خاطر از او کار میایم داخل فانکشن رو بسته کنیم، حالی custom.js هم بسته میکنیم. خب CSS هم بسته کنیم، images هم بسته کنیم، JS هم بسته کنیم. خب ما در ویدیوهای قبلی ایندکس ساختیم. خب اینجا این رو کلا حالا پاک کنیم. خب فعلا این باشه. خب میایم در قسمت هیدر. در قسمت هیدر میایم و کلی کدار از اینجا کپی میکنیم. از قسمت استاتیک کجاست؟ اینه هیدرش. این استاتیک نیست، خود پروژه ماست. اینه استاتیک. اینجا که بیایم هیدر از اینجا چی کنیم؟ باز کنیم. باش که هیدر باز شد. خب این استاتیک است که درسته. این از اینجا میگیریم کپی میگیریم. در کجا انتقال بدیم؟ header.php. خب این کلگیش پاک میکنیم. این میشه header.php. خب کنترل شیفت آلت شیفت اف بزنیم، این اندنت میکنه پروژه ما را، یعنی کد رو منظم میکنه. خب این بود از هیدر صحیح. بعد بریم فوتر است، سراغ فوتر.php. خب اینجا بیایم فوتر از اینجا بگیریم، footer.php. خب بیر از اینجا کلش بیاریم کپی کنیم در فوتر. خب ارزی. خب حالا در قسمت هیدر اینجا سعی کنین ما دو تا CSS اینکلود کردم. یک کاستوم بود که در فانکشنز انجام دادیم دیگه. در قسمت فانکشنز اینجا custom.css و style.css. خب از خاطر از فانکشن درست کردیم دیگه، نیاز نیست اینا از اینجا چی میکنیم؟ برمیداریم. صحیح دوتا رو برمیداریم. فقط فوایکن باشه فعلا، یکی باشه دیگرش درسته، اوکیه. خب میاییم در قسمت فوتر. البته در قسمت هیدر باید WP head اینکلود کنیم، یعنی اینجا. بعد از این چی کنیم؟ تگ PHP باز، تگ PHP بسته. ای باید WP header باید که W header این باید اینکلود کنیم. خب این شد. بعد بیایم در قسمت فوتر، یعنی اینجا قبل از اینکه بادی بسته شود اینجا باید که PHP خب WP فوتر این رو کال کنیم و custom.js در اینجا ما چی کردیم؟ اینکلود کردیم دیگه نیاز نیست که در اینجا هم باشه. پس از اینجا رو چی میکنیم؟ برمیداریم.
خب یک نکته دیگر هم باید بگویم اینجا، سعی کنید ما گفتیم به شکل دیفالت یا به شکل پیشفرض خود وردپرس لایبرری جیکوری را داره. پس اینجا گفتیم که وابسته به او لایبرری است. خب از آنجایی که در داخل custom.js خود ما کجا شد پیدا کنیم custom.js، یعنی اینجا کتابخانه جیکوری داریم دیگه، نیاز نیست که وابسته جیکوری بگوییم. پس این چی میکنیم؟ خالی، چون که جیکوری رو داخل custom.js خود داریم. خب حالا اگه من ایره ریفرش بکنم باید که هیدر و فوتر لود شده باشه. خب سعی کنین اینجا هیدر و فوتر چی آمده، کلش جور شده، فایل های ما مشکل نداره، مثلا این اسپکت هم بکنین کل چیز آمده، فقط لوگو و فوایکن نامده چون که ما اینکلود نکرده بودیم. خب این حالا کاستم فایل های ما آمده، کاستم فایل ما که او رو ما اینکلود نکردیم. پس میریم اینجا کاستم این رو باز میکنیم، اوپن ویت نوتپد پلاس پلاس، البته اینجا نه، بله اینجا. خب میایم در این رو باز میکنیم. خب این مال CSS دیگه این نباید باشه، اشتباهی اینجا آمده. خب این رو سیف میکنیم، اینا لینی کدا رو باید انتقال بدیم در استایل دات CSS خود، این استایل خودمون نوشته کردیم. خب این رو کپی میگیریم، بعد استایل یعنی مالی چی بود، معلومات درباره تم بود که اینجا آمده. بعد اینی رو اینجا چی کنیم، برداریم و اینجا کپی کنیم. خب این کاستم CSS های ما بود. یک نکته دیگر هم باید بگویم، یعنی اینجا ما اشتباه شده، requires این درسته و اینی چی شده، اشتباه شده، و همچنین دیسکریپشن ما مشکل داره، دیسکریپشن. خب یازی. خب حالا اگه ما این رو ریفرش بکنیم که هیدر فوتر ما چی شده، اینکلود شده. خب بیا این کنترل F5 بزنیم. حالا سیل کنین چی شده، اینجا فایل های ما آمده، یعنی هیدر هم آمده، فوتر هم آمده. این صفحه داخل بین هیدر و فوتر داخل ایندکس ده. خب بیا این میره تغییر بدیم در قسمت ایندکس، در قسمت ایندکس دیگه این بادی مادی رو برداریم، این دیگه لازم نیه. خب بالا هیدر گت کردیم، پایینم فوتر. خب اینجا نشته میکنم که هوم پیج. خب این هوم پیج اینجا آمد. خب حالا اگه سعی کنیم اینجا لوگوی ما نامده، لوگو نامده و همچنان فوایکن. خب اینا رو بخوایم که اینکلود بکنیم، بیاین که اینکلود بکنیم اونا داخل images logo.png و favicon.png. خب در کجا اینکلود بکنیم؟ در قسمت هیدر. کجا شد اینه؟ خب اینجا بعد از فانکشن های وردپرس استفاده بکنیم. خب تگ PHP باز، تگ PHP بسته. خب بنویسیم get template directory URI، بعد اینجا images و favicon. حالا باید favicon ما آماده باشه، یعنی سعی کنید favicon آمد، لوگوی ما نامده. خب این کد را کپی میگیریم از اینجا در قسمت لوگو. کجاست لوگوی ما؟ لوگو یعنی اینجا لوگو هست و این از اینجا برداریم و این را کپی کنیم، اسمش هم تغییر بدیم به logo.png. خب حالا اگر اینسپکت هم بکنیم، حالا سعی کنیم دو تا فایل ما undefined، حالا که چیه پیدا نشد، حالا اگر ریفرش بکنم هم لوگو لود میشه و هم favicon. خب این بود از این ویدیو که ما هیدر فوتر لود کردیم و در ادامه ویدیوها اینا رو داینامیک میسازیم. مثلا لوگو رو داینامیک میسازیم، اینی مینو رو داینامیک میسازیم، اینی رو داینامیک میسازیم، دیگه اینی لینک های شبکه های اجتماعی رو داینامیک میسازیم، دیگه اینی مینو رو داینامیک میسازیم، دیگه فرم خوده و اینی نوشته های پایینه، این نوشته این مینو رو، قسمت فوتر ای را، تازه ترین ها را و همچنان کپی رایت. از توجهتان تشکر، وقتتان خوب.